سلام به دوستای خوب و عزیز خودم. رفقا یادتون میاد خامنه تو روز اول عید امسال درباره یه دوراهی صحبت کرد؟ بله، منظورم همون دوراهی زرخوری و انقباضه. حالا الان بعد از گذشت 2 ماه از شروع سال معلومه که این دوراهی خیلی جدیه و حالا ولکن خرخره خامنه نیست. از یه طرف شیخ پری و نوچه‌هاش حرفشون اینه. عراقچی: از نگاه ما استفاده از رویکرد برد یک الگوست که در سایر مسائل جهانی هم میتواند پیش برود. الگوی مذاکرات هسته‌ای میتواند در سایر مسائل منطقه همچون سوریه، یمن و عراق به کار گرفته شود. بله، یعنی میگن وقتش رسیده که ادا و اصول رو کنار بذاریم و همگی با هم به شیوه 4 نعل بریم تو جاده زرخوری و حالا نخوره کی بخور. از برجام 2 شروع کنیم و بریم سراغ برجامای 3 و 4 الی آخر. اما از اون طرف دلواپسای نیمسوز به یک باره گر گرفتن و پریدن وسط که نخیر این خبرها نیست، زهرخوری بی زهرخوری. آقای عراقچی فراموش کردند که رهبری فقط در داستان هسته‌ای مجوز مذاکره با آمریکا را صادر کردند و در موارد دیگر کسی حق ندارد این مسئله را مطرح کند. با این دلخوشکنکات سر کیو میخوای شیره بمالی؟ چرا خود عظما تا امروز در این موارد سکوت کرده؟ اصلا یه سری میگن همین الان مذاکرات در موارد دیگه جریان داره، تلس شکسته هم صداشو در نمیاره. بفرمایید این یه نمونهش. در همین 1-2 هفته مذاکراتی را با نهادهایی شروع کردند که ظاهراً مسئله، البته بحث درباره مسائلی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، ولی کیست که نداند آمریکا وقتی از این موضوعات سخن میگوید در واقع برنامه ژئوپلیتیکی ایران را هدف گرفته است. برنامه ژئوپلیتیکو ولش کن، عمق استراتژیکو بچسب که با برجام 2 در حال به فنا رفتنه. ببینین همریشت چجوری قضیه رو آنالیز میکنه. معنای اجرای برجام در مسئله سوریه تحویل دمشق به تکفیری است و بعد از آن پذیرش جنگ با داعش در خاک ایران است. به نظر من برجام بیش از آن که برد باشد، بردی است که دشمن دارد منافع ملی ما را به غارت میبرد. اینو اسمش منافع ملی نیست، اسمش منافع آخوندیه. آره، عمری شما غارت کردید، مگه چیزی باقی گذاشتین؟ بعد از خوردن چوب برجام حالا باید پیازشم نوش جان کنید، اما اگرم نداره. هاشمی رفسنجانی و کسانی که مدافع برجام هستند برای اعلام حمایت قاطع خود از این مذاکرات و نتایج آن فهرست کنند تا ببینند چه اتفاقاتی افتاده است. در داستان مذاکرات مردم ما چوب را خوردند تا پیاز را نخورند، اما امروز ما هر دو را خوردیم و در حال از دست دادن هستی خود در زمینه هسته‌ای هستیم. بله، عظما هر کدوم از این 2 راهو که انتخاب کنه النهایه باید هستیشو بده. یعنی یا باید ادامه جام زهرا رو بره بالا و عقب نشینی پشت عقب نشینی، یا اینکه وابسته و به هر بحران و تحریم و تحقیر و فشاری تن بده. دلاراما به عظما میگن خونه خاله از اون بره، دلواپسان میگن نخیر از این وره. اما این وسط یه نفر تو استبل ولایت پیدا شده که میگه این ور و اون ور نداره، مردشونه همه تونو ببرن. عملکرد دولت‌های بعد از پیروزی انقلاب در این زمینه نوعی بیگانگی و شکاف معناداری است. وادادگی و ترس از قدرت‌های استکباری، سر تعظیم فرود آوردن در برابر مستکبران، رها کردن جبهه مستضعفان و محرومان و بی‌توجهی به ارتقاء سطح معیشت و اقتصاد جامعه از مأموریت‌های انقلاب اسلامی است
که در دولت‌های مختلف اثری از تحقق آنها مشاهده نشد. معنی این اعتراف اینه که اول تا آخر این نظام منتفیه و چاره‌ای به غیر از کله پا شدن نیست. یعنی این که این ور و اون ور نداره، یعنی این که در هر حال کار این نظام ساخته است و عظما در حالی که تو باطلاق برجام دست و پا میزنه باید النهایه یکی از این دو راه رو انتخاب کنه و توش غلط بزنه. اگه انتخاب نکنه مرتب تو باطلاق برجام فرو میره. بله آقا جون، این ته خط رژیمیه که جز مال مردم خوری و قتل و غارت هیچ چیز دیگه ای توش نیست. خداحافظ شما.